امروز عجب زیبنده است، گویا جهان در خنده است. هشتمی مرد عید زنان، عید فرح بخشنده است. عیدت مبارک مادرم، عیدت مبارک خواهرم. السلام علیکم دوستان عزیز، مخلصان شبکه استو صدا و سیمای سمرقند. صبح عیدانه هشتم مارد هم فرا رسید. از فرصت استفاده نموده ما جماعه ایجادی شبکه استو صدا و سیمای سمرقند همه مادران مشفق و غمخوار، خواهران عزیز و زن بانوان زیبای و آراسته را با عیدشان صمیمانه تبریک و تهنیت میگوییم. برایشان تمام خوشی های زندگی را تمنا داریم. زنان را گرزیدانیش زیوری هست، امیدی روزگاری بهتری هست. اگرچه از زنان پیغمبر نیست، همه پیغمبران را مادری هست. عیدتان مبارک باشد مادران گرامی و بانوان عزیز. ایا ای مادری غم دیده من، گلی آرزوی خود ناچیده من. ایا ای مادری غم دیده من، گلی آرزوی خود ناچیده من. بسی غم های دنیا را چشیدی، عذاب‌های زی بحری ما کشیدی. بسی غم‌های دنیا را چشیدی، عذاب‌های زی بحری ما کشیدی. ایا مادر، ایا مادر، ایا مادر، ایا مادر. ایا مادر لبت پرخنده باشد، روحی رویت می تابنده باشد. ایا مادر لبت پرخنده باشد، روحی رویت می تابنده باشد. برای ما زحمت ها کشیدی، با پایت سر نهیم ارزنده باشد. برای ما زحمت ها کشیدی، با پایت سر نهیم ارزنده باشد. ایا مادر، ایا مادر، ایا مادر، ایا مادر. دعای مادران آبی حیات است، و ما نوشداروی راهی نجات است. دعای مادران آبی حیات است، و ما نوشداروی راهی نجات است. خدا را شکر گویم هر شب و روز، که داریم مادری غمخوار بسوز. خدا را شکر گویم هر شب و روز، که داریم مادری غمخوار دلسوز. خدا را شکر گویم هر شب و روز، که داریم مادری غمخوار دلسوز. ایا مادر،
ایا مادر، ایا مادر، ایا مادر، ایا مادر.